سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید. من پارسا از نمیان هستم و اینجا کانال PC اسکیل هستش. خب اگه تا آخر این ویدیو رو حتما ببینید. اگه از یادگیری زبان C++ باشتون میاد، اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک فراموش نشه. اگه سوالی دارید در قسمت نظرها بپرسید و لطفا این ویدیو رو در شبکات مجازی به اشتراک بذارید. خب بزنید بریم سراغ آموزش امروز. خب تا اینجا که آشنا هستید، میایم اینجا با خط اول، خط دوم، خط چهارم، خط 13 اینا کلا آشناییت داریم با ریترن و اینت و یوزینگ و اینکلود آشناییت دارید. میبینین چند تا چیز اضافه شده به ما در این وسط که الان به غیر از این که بلدیم ولی توضیحاتی باید درباره این بدم. خب حالا بگیم اینت چیه. اینت جلوش هر اسمی میتونه بیاد. مثلا به جای من این ای رو که گذاشتم میتونیم بنویسیم اپل. مثلا برام فرض مثال میسیم اپل مثلا، یا هر چیز دیگه اسم خودتون مثلا هر چیز دیگه رو میشه اینجا نوشت. خب بعد حالا این چه کاربردی داره؟ حالا تا یه اسمی نوشتین شما، این چه کاربردی داره؟ کاربردش اینه که مثلا نوشتین A B C میتونین 10 تا چیز دیگه هم اینجا بنویسین. اصلا این خط تو پر هر چیز دیگه بخواین میتونین بنویسین. ولی خب ما الان اینجا A B C. حالا کاربرد این چی هستش؟ به ما یک امکانی رو میده این که بتونیم هر عددی یا هر به اصطلاح حرفی رو اینجا در اون به اون استعلام کنیم. مثلا من الان A B C زدم، میبینیم که در خط پایین زدم B مساوی 10. هر عددی، هر حروفی، هر چی که قابل چیز باشه، برنامه نویسی باشه، میتونید بهش بدین. حالا این چی کاربرد کلیش چیه؟ مثلا شما میخواین 10 مثلا به B یک عدد مجهوله، خب بهش عدد 10 رو اضافه میکنین دیگه، اون B دیگه با 10 شناخته میشه. یعنی من اگه اینجا C out کنم B مینویسه برام 10 دیگه نمینویسه B. ببینیم براتون نشونم بدم. من مثلا بنویسم B F9 رو بزنم F10. خب حالا اینجا مثلا یه عدد علکی بزنم چون برنامه قبلیش بوده. این برای ما نوشت B مساوی 10. خب حالا این تا اینجا فهمید. فقط حروف رو الان نمیشه وارد کرد چون چند تا چیز اضافه داره که در آموزش های بعد خواهیم گفت. حروف رو نمیشه اضافه کرد، ولی B مساوی 10 رو میشه اضافه کرد. 20 هر عددی که بخواین. اصلا اینجا ممکنه بنویسیم این عدد رو بنویسیم، فرقی نمیکنه هر عددی رو بسازیم. فقط الان حروف رو نمیشه وارد کرد به خاطر چند تا چیز اضافه داره، نمیشه الان متغیر اضافه داره، بعدا در آموزش های بعد میاد. خب تا اینجا کاربردش رو فهمیدین که مثلا اگه بخوام عددی رو به علاوه یه عدد دیگه بکنیم، مثلا اینا از این استفاده میکنیم که عددمون رو در اینا ذخیره کنیم. خب حالا این خط چی هستش؟ من این برعکس سی اوت هستش که اوت میشه بیرون، این میشه داخل. سی این یعنی یک عددی رو از ما بگیم. A
همینطور که میدونید A یک عدد مجهوله. درست؟ A یک عدد مجهوله که ما نمیدونیم A چیه اصلا. A چیه؟ خب گفته بیا اینجا از ما بخواد که ما بهش بگیم A چیه، بهش بگیم A چه عددیه. گفته از ما بیا میشه همین رو برای B و C هم انتخاب کرد، ولی ما کارهای دیگه ای داریم با B و C. هر چیزی رو که بخوایم میشه انتخاب کرد. از ما میگه A چون یک عدد مجهوله، حالا میگه C این کن، بگو این A چیه، مثلا چه عدد چی، عددش مثلا 2 5 10. وقتی بعد اینو اضافه کنید دیگه این A عدد مجهول نیست، یعنی شما C اوت کنید A چی میاد 10 مثلا. اگه به جای این بذارین A رو بعد 10 میاد، یا مثلا اینجا C این میکنه از ما، مثلا ما مینویسیم 10. بعد اینجا اگه C اوت کنیم A مینویسه 10. اگه اینجا از ما بخواد یه عددی، هر عددی رو ما وارد کنیم تو کنسول، اینجا اگه بزنیم A هر عددی بود میاد. خب این از این خط توضیح دادم براتون. این خط از همه مهمتر برای کار امروزمون. گفتیم C که یک اینت، C که یک اینت نوشتیم مساویه یه به علاوه یه B. خب این چیز B که همون 10. خب A رو که گفتیم ما باید A رو وارد کنیم. درست؟ گفتیم ما باید A رو وارد کنیم. خب پس اینجا ما هر عددی رو وارد کنیم به علاوه 10 میشه. خب اینجا یعنی گفته هر ما نگاه B 10. درست؟ خب اینجا B مساوی 10 ما زدیم. خب A رو که ما باید بزنیم، پس ما هر عددی رو بزنیم به علاوه 10 میشه. حالا این C چیه؟ گفتیم از محاسبه A به علاوه B، حالا هر عددی میخواد باشه، از حاصل جواب A و B هر چی شد، یعنی اگه 1000 شد بریز تو C مثلا C دیگه باید چیز باشه، بریز تو C چی باشه؟ C اون عدد باشه دیگه. اینا هم اون عدد هستن ولی اینا هر کدومشون یک چیز جداست. ما گفتیم از حاصل A و B هر عددی به دست آمد بریز تو C، یعنی A رو به علاوه B کن اول، هر عددی در این قسمت به وجود آمد بریز تو C، یعنی C اون عدد باشه. خب بعد ما اینجا C وقتی اون عدد باشه ما اینجا C اوت کنیم C. حالا ببینید چه اتفاقی میفته براتون بزنم. خب حالا اینجا ما هر عددی رو وارد کنیم به علاوه 10 میکنه. ببینید شما مثلا من عدد 102 رو وارد میکنم، 112 10 تا اضافه کرد. خب دوباره من عدد 23 رو وارد میکنم که باید بنویسه 33 شد 33. 10 تا به هر کدوم اضافه کرد. خب این رو باید خودتون برین بنویسین، مفهوم این تو بفهمین، مفهوم سی این رو بفهمین، مفهوم متغیراشو بفهمین، مفهوم سی اوت، ریترن، اینت، یوزینگ و اینکلود رو باید خودتون دنبالش باشین برای یادگیری. و خودتون اگه دنبالش نباشین نمیتونین هیچ وقت یاد بگیرین. من خودم برنامه نویسی رو چون خیلی دنبالش بودم یاد گرفتم. حتما باید برین خودتون دنبالش تحقیق کنین. این الان مثلا من این برنامه رو نوشتم، خودتون برین تو کامپایلر سی پلاس که تو کامپیوترتون نصبه، خودتون برین بریزین اینا رو
بنویسین، تحلیل کنید دربارش، فکر کنید دربارش تا یک نتیجه خوب بگیرین در آینده. باید از الان فکر آینده باشین. آینده برنامه نویسی خیلی خوبه. شما میتونید درآمد خیلی زیادی داشته باشین، درآمدی که شاید هفته 10 میلیون در بیارین. خیلی درآمدش زیاده برنامه نویسی. خب این بود از ویدیو امروز. اگه خوشتون اومد لایک کنید. اگه از این نوع ویدیوها خوشتون میاد کانال رو ساب کنید و اگه سوالی دارید در قسمت کامنت از من بپرسید، حتما جواب میدم. و اگه از این دوست دارین ویدیوها رو بقیه هم ببینن، یعنی افرادی میشناسین که علاقه به برنامه نویسی دارن، حتما شیر کنید، بفرستین و لطفا در فضای مجازی انتشار بدید، در فضای مجازی. خب تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.